حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان وارد مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان می شود. معاون رئیس این حزب محمورات آدینایف به این هدف و با سپارش حزبش سفری کاری به کشور همسایه انجام داده است. در صحبت با رادیوی پیام آدینایف گفت که هدف از این سفر اجرای 4 سپارش بود که از رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گرفته است. یکم، مقرر کردن امکانیت و سمت‌های اساسی همکاری با جمعیت تاجیکان قرقیزستان، شناس شدن با سمت‌های اساسی فعالیت این جمعیت و فعالیت و نقشه‌های آن. دوم، شناس شدن با محیط فعالیت وسایط اخباری عامه و ژورنالیستان قرقیزستان و مقایسه آن با وسایط اخباری عامه و محیط فعالیت ژورنالیستان تاجیکستان. سوم، تشخیص موقع جمعیت تاجیکان قرقیزستان، وسایط اخباری عامه و ژورنالیستان این کشور نسبت نزاع مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. چهارم، تحلیل وضع عمومی سیاسی و نظام حزبی قرقیزستان. آدینایف میگوید وسایط اخباری عامه قرقیزستان در آزادی کل فعالیت میکند و این به مردمش امکان میدهد که حرف خود را به مقامات کشورش رساند و از حکومت حسابات طلب کند. بنابر آزادی مطبوعات حکومت مجبور است به حرف مردمش گوش کند. آدینایف تاکید کرده گفت در همین بحث‌های مرزی نیز حکومت قرقیزستان از موقع مردمش حمایت میکند. آن امروز ما تصمیم گرفتیم که همکاری با قرقیزستان یعنی که تاجیکستان قرقیزستان همکاری کنیم. من اون نزاع اون در قلمرو بین سرحد تاجیکستان یعنی که واروخ و دیگر جاها رخ می‌دهد پیگیری کنیم. انا امروز خودش بی‌طرف نباشیم. نه اینکه یک تقدیر ما است، تقدیر آینده ملت ما است. البته بی‌طرف نبودن اکو فکر اندیشه مردم رو گرفت. اگر ببینید علاقه از شهروندای ما یعنی که بعد همین نزاع چند نفر از دینو گذشتن، چشم پوشیدن. علاقه مرگ نفرانی که عموما گناه نداشتن، چی شهروند ما چی شهروند قرقیزستان، کدام از اینا که نباشد بی جنگند شاهان بیمیرند فقیران. همین خلاصه همین است، نه دیگر چی. نتیجه همین بود که انا امروز خودش ببینید اون زندگی که مردم قرقیزستان میبرند بهتر از ما است. نتیجه وسایط اخباری عامه که در قلمرو قرقیزستان عملی میکند، چی خصوصی چی دولتی، بهترین است. ما باید عبرت گیریم از قرقیزستان برای وسایط اخباری عامه خصوصی یا جمعیتی. ببینیم با چشمانی شده ببینیم که تا چی درجه دموکراتیا یعنی که موجود هست در قرقیزستان جمهوری. شام دیروز رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری نیز گفته بود مردم و حکومت قرقیزستان از همدیگر در نزاع مرزی با تاجیکستان حمایت میکنند و این است که همیشه در این بحث پیروز هستند.